این تصویرها که از سایت طی مسکن حوزه 17 برداشته شده‌اند، موشک‌هایی را نشان می‌دهند که یکی پی دیگر بر بخش‌هایی از شهر کابل شلیک می‌شوند. در پی فرود آمدن این موشک‌ها بر بخش‌های گوناگون پایتخت، آرامش شهر برهم خورد. بر بنیاد اطلاعات نهادهای امنیتی، موشک‌های شلیک شده بر پایتخت در دو واسطه نو باربری در منطقه طی مسکن و نزدیک چهارراه گل سرخ جاسازی شده بودند. موتر سوزاکی خورد، به او لب سرک به او استقامت استاد بود. بعد از او شارتکی ها 6 شارتکی طرف شد، خیزده بالا شد به سر گلدان و 4 شارت دیگه طرف زورآباد رفت. 2 تا شهید داره، 5 تا زخمی داره. بکی بگوییم. بیشتر قربانیان این رویداد به شفاخانه ایمرجنسی و 102 بستر خیرخانه منتقل شدند. چهره‌های با عالمی از درد که اما نزدیکانشان را جستجو می‌کنند. اولاد دخترم نکاح شکر میزنه، خانم دخترم نکاح شکر میزنه، اولاد غریب از بین میره. همشیران بودنش زخمی شدن، مادرم زخمی شدن، نمی شفاخانه انتقالش دادیم. تا کنون مسئولیت رویدادهای ضد امنیت روز شنبه را در شهر کابل هیچ گروهی نپذیرفته است، اما طالبان دست داشتنشان را در این حمله ها رد کردند. طالبان با اینکه رد میکنن، وقتی که رد میکنن خیمه چرا نریم امروز کسی که می عملات انجام داده امروزشون مذاکره کنیم. وقتی که طالبی کار نکرده خی کی کار میکنه؟ تا اینجا چه قسم آمد؟ امی راکت کتا سوتا تا اینجا چه قسم آمد؟ در اینجا آمد در زیر بلاکای امنیتی آکل اگه شهیدا دادن، ما امیال ما 2 تا شهید دادیم. بر بنیاد آخرین گزارش‌ها در پی 2 انفجار و فرود آمدن 24 موشک در شهر کابل، 9 تن جان باختند و کم و بیش 40 تن دیگر زخم برداشتند. دشمنی آشکار با یک ملت است. انتقام این عمل شوم تروریستی از طالبا گرفته خواهد شد. شهروندان کشور میگویند که ادامه این اوضاع و ناکامی‌های نهادهای امنیتی دیگر پذیرفتنی نیست.